مقامات تفتیشاتی بر ضد عزت امان حامی زندانی مهاجران تاجیک پرونده دیگر با جرم قلابی باز کردند. عزت امان که از حامیان شناخته حقوق مهاجران بود، تیرماه سال 2021 با عین گناه به 9 سال زندان محکوم شد. حالا نزدیکانش این اتهامات را بی اساس می‌دانند و می‌ترسند که حکم زندان او درازتر می‌شود. همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزانبی، اول درباره جزئیات پرونده نو بر ضد عزت امان میگفته؟ بله زرنگیز، پرونده را مفتشان وزارت امور داخلی تاجیکستان باز کردند و یک منبع در ریاست تفتیشاتی وزارت روز 7 مارس امروز به ما گفت که بر ضد عزت امان با گمان قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده باز شده است که عین پرونده قبلی جنایتی بر ضد اوست که 9 سال زندانی شد. نماینده ریاست که نخواست نامش برده شود افزود که پرونده بر اساس شکایت نورالله واحدوف، یک ساکن ناحیه باختر باز شده است که ادعا میکنند که عزت امان با وعده انتقال دادنی و از یک زندان جمهوری مولداوی روسیه به تاجیکستان از او $10,000 گرفته و وعده را اجرا نکرده است و پولش را هم بر نگردانده است. ولی کوشش های ما برای صحبت با دعواگر نورالله واحدوف نتیجه نداد، اما در یک ویدیوی دستکاری شده در این شبکه یوتیوب او میگوید که با برادر عزت امان در زندان بوده است و این حامی حقوق او را فریب داد و $10,000 را از آن خود کرد. خب میرزانبی، نظر خود عزت امان یا خویشاوندانش درباره این پرونده چی است؟ آنها درباره این دعوای نو چی میگویند؟ ببینید، من با مادرش اشور بیبی خلوه امروز صحبت کردم و گفت که این ادعا بی اساس است. در واقع او تصدیق کرد که یک فرزندش همراه دعواگر نورالله واحدوف در مرداو زندانی بوده است، ولی سال 2010 عزت امان بعد آزادی پسرش پول دعواگر را برگردانده است و در عوض $6,000 ماشین مرسدسش را به او داده است. اشور بیبی خلوه میگوید که مسئله همون وقت حل شده بود و حالا او نمیداند که چرا نورالله واحدوف چنین دعوا میکند و در امروز حالا فرزندان عزت امان و مادر و دیگر خویشاوندانش میترسند که این حامی حقوق به سالهای درازتر زندان محکوم نشود. اگر در یاد بینندگان گرامی باشد، عزت امان را 19 اکتبر سال 2021 با گناه قلابی و یا از خود کردن پولی چند نفر به 9 سال زندان محکوم کرده بودند. خودش که یکی از منتقدان حکومت تایسان بود، میگوید که گناهی نکرده است و برای دیگراندیشیش او را به زندان انداختند. تشکر همکارم میرزانبی خالقزاد درباره باز شدن پرونده نو بر ضد عزت امان حامی حقوق شناخته مهاجران تاجیک در روسیه صحبت میکرد.